به شهروندان عزیز شهر دایمه. علی محمد سپر هستم. امروز دعوت شدیم کافه آرتیست تا با مدیر محترمشون یک صحبتی داشته باشیم. در خدمتتون هستم آقای حسین. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و شما. خیلی خوش اومدید به کافه من. حسین هکتور هستم، مدیر عامل این کافه و در خدمت شما هستم. بله، شما خودتون معرفی با بفرمایید. سلام به حضار عزیز. دانیال کیولیکس هستم، منیجر کافه آرتیس. چه آیتم های اینجا دارید؟ یک توضیحی شرحی در مورد کافتون میگین؟ بله حتما. ما اینجا آیتمای مثل قلیون، نوشیدنی و بستنی، وافل، آب پرتقال، مویتو و انواع چیزای دیگه هستش دیگه. هر چیزی بخواید هستش نوشیدنی تقریبا. اینا، بله. نوشیدنیامون بله، آب پرتقال هست، مویتو هست، بعد میلشیک هستش. این سه مورد نوشیدنیامونن. بله خب شنیدیم که اینجا کافتون تسک هم داره، مثل اینکه بله شنیدیم. بله کافمون تسک داره. قلیونمون تسک حساب میشه. شهروندان محترم میتونن بیان که از تسکشون رو اینجا انجام بدن. در خدمتشون هستم. بله، چقدر هم عالی. خب آقای دانیال، شما سمتتون اینجا چیه؟ یک صحبتی اگر دارید بفرمایید. سمت بنده منیجرم و اینکه کارکنان اینجا رو مدیریت میکنم به خوبی و نمیذارم مشتری ناراضی اینجا بره بیرون. بله. ساعت کاری شما اینجا چجوریه؟ چه ساعتهایی باز ما هستید؟ 24 ساعته هستیم به جز ساعت 7 الی 8 صبح. بله، خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز، یک چند تا فیلم از کافه ببینید. چه مزایایی برای کسانی که به کافتون میان دارید؟ کسانی که بیان بگن از سمت برنامه شما اومدن، برنامه ویزل، رو هر خریدشون 10% تخفیف قائل میشم. و کسانی که با خانواده تشریف بیارن اینجا، ما لوژ داریم توی این کافه. کسانی که با خانواده تشریف بیارن بابت هر قلیونی که میگیرن 1 قلیون اضافه و بابت هر آیتمی که میگیرن 3 تا آب پرتقال اضافه خدمتشون تقدیم میکنم. خب بینندگان عزیز، خیلی ممنون که تا الان همراه ما بودید. شب بخیر، خدا نگهدار. شبتون خوش.